نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیشتر در سوره سبا نفی شفاعت قهری بود و شفاعت محبت همچنین و همچنین شبهاتی درباره انبیا، ملائکه، جنات وجود داشت که پاسخ داده شد در این سوره که آنها به هیچ وجه نمیتونن شفاعت بکنن. حال در سوره فاطر میخوانیم که وقتی که به دربار حق شفیع وجود نداره، شفیع غالب، در حاجات، مشکلات فقط خدا را بخوانید و فقط خدا را عبادت کنید. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. یعنی اینها در واقع نتایج دلایل گذشته هستند. پس ای مردم فقط در حاجات خدا را بخوانید، فقط از او بطلبید، از او کمک بخواهید، غیر او را فریاد نزنید. این مدعای سوره مبارکه فاطر هست. الحمدلله، الحمدلله هم میتونیم بگیم مدعا هست. الحمدلله را قبلا تفسیر کردیم به این معنی که تمام صفاتی که ویژه الوهیت هستند، مخصوص الوهیت هستند، مثل خالقیت، مالکیت، نافع و ضار بودن، عالم الغیب بودن، سمیع و بصیر بودن، هر جا حاضر و ناظر بودن، این صفاتی که مخصوص خدای عزوجل هستند، این صفات اختصاص دارند برای الله. پس این مدعا شد. دلیل مدعا فاطر السماوات والارض، چونکه اون ذات خالق آسمان ها و زمین است. فاطر از ابتدا بدون الگو خلق کردن. جاعل الملائکة رسلا، اون ذات قرار دهنده ملائکه است به عنوان فرستاده برای کارهای مختلفی و مأموریتهای مختلفی می فرستد. اولی اجنحت، آن ملائکه‌ای که دارای پرها هستند، مثنا، دو پر، دو جناح دارند، و ثلاث و رباع، سه تا دارند، چهار تا دارند. یزید فی الخلق ما یشاء، در خلق الله می افزاید، یعنی بیشتر می کند هر کسی را که بخواد، بیشتر از اینها بهش میده. مفسرین گفتن که از آیات معلوم میشه که پرداشتن، پر بیشتر و بال بیشتر در ملائکه دلیل قوت بیشترشون هست. الله عزوجل می فرماید بعضی ها 2 تا بال دارن، بعضی 3 تا، بعضی 4. خدا به هر کسی بخواد بیشتر میده. از همه قویترشون کیه؟ جبرائیل امین است. در حدیث میاد قال ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه می فرماید فی قوله عز وجل لقد رأى من آیات ربه الکبرى که در سوره نجم خواندیم، تحت این آیه می فرماید قال رأى جبرائیل،
اینکه رسول الله از آیات کبرای رب دید یعنی جبرائیل را دید. رأى جبرائیل فی صورته، در شکل اصلیش، له 600 جناح، چند تا بال داشت، چند تا پر داشت؟ 600 تا. له 600 جناح. پس از همه قویتر جبرائیل از 600 پر داره. حالا این پرها چه پرهایی هستند؟ کیفیتشون چیه؟ معنای پر داشتن چیه؟ الان ما پرندگان را دیدیم که 2 تا بال داره، پرواز میکنه. فرشته ها والله اعلم همین بال مراد است، چیزی دیگه مراد است. ولی معلوم میشه که هرچی که این جناحش بیشتر باشد امتیازی هست، دلیل قدرت بیشتر هست که بالاترینش جبرائیل هست. ان الله على كل شيء قدیر، این تعلیلی است. بدون شک الله عزوجل بر هر چیز قادر است. خب الحمدلله مدعا بود. دلیل اولش فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا الی آخره بود. اون ذات که صفات کارسازی، صفات الوهیت مال او هست، چون که فاطر سماوات هست. دلیل دومش ما یفتح الله للناس، دلیل دوم هست عقلی بر اثبات مدعا. الله عالم الغیب هست، الله اله هست، خالق هست، مالک هست، رازق هست. به این دلیل که ما یفتح الله للناس من رحمت، آنچه که بگشاید باز کند الله برای مردم، من رحمت، هر در رحمتی را، فلا ممسک لها، هیچ کسی نیست که او را جلوگیری بکند، او را ببندد. و ما یمسک، و آنی که الله جلوگیری بکند، امساک بکند، جلوش را نگه دارد، فلا مرسل له من بعده، اون بعد از امساک الله دیگه مرسلی ندارد که بازش کند، رهایش کند، آزادش کند. و هو العزیز الحکیم، اون ذاتی هست غالب و دستورات و کارهایش توأم با حکمت و همراه با حکمت است. خب بعد از اینکه این دلائل بیان شدند، حال الله عزوجل ترغیب میده به سوی توحید، ترغیب الی التوحید، همه مردم را، نه مسلمانان را. دعوت عمومی هست. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، ای مردم یاد کنید نعمت های الله را که بر شما هستند و در این نعمت ها شما فکر کنید. هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض، آیا هیچ خالقی هست، هیچ آفریننده هست غیر از الله که یرزقکم من السماء والارض، شما را از آسمان و زمین رزق بده؟ ببین، هل من خالق نعمت ایجاد است، یرزقکم نعمت ابقاست. یعنی خدا ما را ابتدا خلق کرد، بعد برای بقای ما چیکار کرد؟ خلق فقدر ثم هدا، ما را هدایت کرد برید زمین، از اونجا رزق روزی بخورید. پس خلق کرد، بعد برای بقا رزق هم ایجاد کرد. این برنامه ریزی را کسی دیگه دارد؟ کسی دیگه هست که خلق بکند و رزق بده، بقای خلق هم به دستش باشد؟ یکی از این دوتا به دستش باشد؟ نیست. وقتی که نیست، پس به این نتیجه می رسیم لا اله الا هو. وقتی که خالقی نیست، رازقی نیست، پس معبودی هم نیست. خلق کرده خدا، رزق میده خدا، ولی میری عبادت میکنی غیر خدا را. این ظلم بزرگ است. ان الشرک لظلم عظیم.
همه چیز خدا میده، رزق خدا میده، روزی خدا میده، تو میگی یا فلان ادرکنی. این هست ظلم عظیم، این هست اون شرکی که الله عزوجل بر اون ناراضی هست. لذا الله می فرماید لا اله الا هو، وقتی که خالق غیر از الله کسی نیست، رازق هم غیر از الله کسی نیست، پس معبود هم کسی دیگه نباشد، عبادت هم برای کسی دیگه انجام نگیرد. عبادت چیه؟ رکوع، سجده، قیام، طواف، دعا، همه عبادت ها، جانی، مالی، زبانی. فانا تؤفکون، کدام سمت برگردانده میشوید؟ ای تنحرفون، کدام سمت شما منحرف میشید میرید؟ چرا این انحراف، این کجروی؟ خب این در ارتباط با توحید بود، ترغیب به سوی توحید و همچنین زجر بر منکرین توحید. و اینجا زجر بر منکرین رسالت و در واقع تسلی هست رسول الله صلی الله علیه وسلم را. و این یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک، اگر شما را تکذیب میکنند همانا قبل از شما رسول بودند که تکذیب شدند. و الی الله ترجع الامور، فقط و فقط به سوی الله همه امور در دارین برگردانده می شوند. لذا الله عزوجل بعد از اینکه دلیل را بیان فرمود، حال تخویف بیان می فرمود. همون ناسی که خطاب شدن به اذکروا نعمت الله، همون ناسی که به سوی توحید فراخوانده شدند، حال اون ناس تخویف می شوند، تهدید می شوند سوی الله. یا ایها الناس ان وعد الله حق، ای مردم وعده الهی حق است، بنسبت بالبعث والجزاء. کدوم وعده؟ این که شما را از قبرها بلند می کند و شما را به کیفر اعمالتون می رساند، جزا میده. بالبعث والجزاء تفسیر مدارک. این وعده حق است، مواظب باشید که فلا تغرنکم الحیات الدنیا، سبب اول غفلت، شما را فریب ندهد زندگی دنیا، به دلیل انحماک و استغراق در دنیا فریب نخورید. ولا یغرنکم بالله الغرور، سبب دوم نسبت به خدا شما را غرور فریب نده. غرور شیطان را میگن، صفت شیطان است، فریب دهنده. فریب دهنده شما را فریب ندهد. فریب دهنده کیه؟ شیطانه. و الله می فرماید این فریب دهنده دشمن شماست. ببینید اشتباه نکنید، دوست نگیرید این را. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، این شیطان دشمن شماست، شما هم او را به دشمنی بگیرید. انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر، هدفش چیه از این فراخوانی؟ همه انسانها را به سوی خودش فرا میخواند، به سوی یک دعوت دیگه فرا میخواند. این میخواد تو جهنم تنها نباشه، رفیق داشته باشه. انما یدعو حزبه، حزبش را فرا میخواند، لیکونوا من اصحاب السعیر، تا همه از اصحاب جهنم باشند. سعیر آتش شعله زن و شعله ور، میخواد اونجا همراه داشته باشد، اونجا زیاد باشند. اما خدای عزوجل در اینجا قاعده کلی را بیان میفرماید و این قاعده کلی هم تخویف با خودش دارد، هم تبشیر دارد. الذين كفروا لهم عذاب شدید، آنهایی که کفر کردند، راه شیطان را گرفتند، برای آنان عذاب شدید است. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آنهایی که خلاف راه شیطان برگزیدند، آنهایی که اعتقاد درست، آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صحیح را پیش گرفتند، لهم مغفرة و اجر کبیر، برای آنان مغفرت است، دفع مضرت، و اجر کبیر، جلب منفعت، اجر بزرگ، پاداش بزرگی برایشان هست.
خب بعد از این که خدای عزوجل هر دو گروه را بیان فرمود، یکی الذین کفروا، یکی والذین آمنوا و عملوا الصالحات. الذین کفروا کسانی هستند که تبعیت از شیطان کردند، والذین آمنوا و عملوا الصالحات کسانی که مخالفت شیطان کردند. حال بین این دو قشر، دو گروه مقایسه ای هست، تقابلی هست. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، آیا اون انسانی که عمل بدش برایش آراسته شده، چنان ذهنیتش خراب شده که عمل بد را فرآه حسنا زیبا میبیند. مصداقش خیلی زیاد هستند. شرک میکنه، فکر میکنه که عبادت میکنم. بدعت و خرافات داره، فکر میکنه که من بر دین و بر شریعت عامل هستم. این خطرناکه. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمال، این اخسرین عمل است، بدترین عمل است. این از بقیه جرمها، از دزدی و از علیاذ بالله زنا و از دروغ و از هر چی بدتر است. چرا اونجا کسی که مرتکب اون اعمال میشه وجدانا اونها را بد میپندارد، تو دلش خودش را ملامت داره. کسی که قتل انسان میکنه، کسی که دزدی میکنه، کسی که ظلم و ستم میکنه، کسی که کارهای خلاف میکنه، شاید یه روز توفیق توبهی برش باشد، چون که اون کار را بسیار نازیبا میداند. اما این بیچاره مشرک، مبتدع، خرافاتی، اون چی که میکنه فکر میکنه عبادت میکنه. کسی از عبادت توبه میکنه؟ اون چی که انجام میده فکر میکنه بر جاده شریعت است. کسی از راه شریعت توبه میکنه؟ هرگز. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. در حیات دنیا مسیرشون به گمراهی کشیده، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، میپندارن، فکر میکنن کار خوب انجام میده در حالی که کار بد انجام میده. اینجا هم الله میفرماید که زین له سوء عمله، عمل بد برایش مزین شده، فرآه حسنا، اون عمل بد را مزین میبیند. لذا بدعت و خرافات میکنه، فکر میکنه من دارم خدا را راضی میکنم. خب کیه که از رضای خدا توبه بکنه، از راهی که در اون رضای خداست؟ شرک میکنه، فکر میکنه که من عبادت میکنم. کیه که از عبادت توبه بکنه؟ بنابراین فهم و درک دین خیلی مهم است. میخواهیم بدونیم که واقعا راه ما درسته یا غلط، بیاییم با قرآن و سنت تطبیق بدیم، هم عقاید خودمون را هم اعمال خودمون را. از نورالظلم شریف و از تحفه النساء شریف و از اینجا و اونجا عقاید را نگیریم. اونها را افراد نوشتند، انسانها نوشتند، ملاها نوشتند، تو اونها صحیح و ناصحیح هست. بیاییم ببینیم قرآن و سنت اعتقاد ما را یا عمل ما را تایید میکنه یا رد میکنه. لذا الله می فرماید که فإن الله افمن زین له، این استفهام بود، افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا کمن لم یزین له، آیا این انسان مثل اون انسانی است که اعمالش مزین نشده؟ یا کمن لم یکن هداه الله، آیا اونی که اعمال سوء برایش مزین است، کمن هداه الله، مثل اون کسی است که خدا هدایتش کرده، موحد است، پایبند سنت و شرع است؟ اینا با هم نیستن برابر. فإن الله يضل من يشاء و یهدی من یشاء، بدون شک خداوند هست که گمراه میکنه کسی را که بخواهد و هدایت میکنه کسی را که بخواهد. به خاطر اینکه اون اشکال و اون سوال پیدا نشه که کسی بگه پس خواست ما اعتباری نداره، هر کسی که خدا بخواد. یشاء اول بسین، لمن یشاء ای معاندین،
و یهدی من یشاء منیبین. هر کسی خدا بخواد یعنی کسی که انابت داشته باشه اون خدا میخواد. هر کسی خدا بخواد گمراه میکنه یعنی کسی که دنبال عناد باشه، ضد باشه. پس ای پیغمبر تو خودت را نگران نکن. فلا تذهب نفسك علیهم حسرات. این حسرات مفعول لهو فلا تذهب است، یعنی تو نفست را از بین نبر بر آنان که ایمان نمی آورند به خاطر حسرت. للحسرات. تفسیر مدارک نوشته در این جمله را تفسیر کرده فلا تهلك نفسك للحسرات. فلا تذهب نفسك علیهم حسرات یعنی فلا تهلك نفسك للحسرات. تو خودت را هلاک نکن به خاطر حسرت. بر اونها حسرت بخوری چرا ایمان نمی آورند، چرا قبول نمی کنند، چرا تسلیم نمیشن. نه، تو نگران نباش، تو تبلیغت را بکن، تو وظیفهت را انجام بده. ان الله علیم بما یصنعون. خداوند میداند اونها چه میکنند. از صنع اونها، از عمل کرد اونها الله خبر دارد. والله الذي ارسل الرياح. مجدد دلائل عقلی بر اثبات توحید. والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا. الله آن ذاتی است که بادها را میفرستد. فتثير سحابا، این بادها به حرکت در میآورند ابرها را. فسقناه الى بلد میت، ما سوق میدهیم. این التفات است. شما خواندید در بلاغت یکی از زیبایی هاست. اول صیغه غایب است ارسل، بعدم فسقناه، از غایب التفات شد به سوی تکلم. فسقناه الى بلد میت، ما این ابرها را سوق میدیم به شهری که مرده است، شهری که هیچ اثری از آبادی نیست، از گیاه و علف نیست. فاحیینا به الارض بعد موتها، ما به وسیله آن زمین را زنده می کنیم بعد از مردن زمین. کذالک النشور. این جمله معترضه برای اثبات قیامت. الله می فرماید که نشور هم این چنینه، یعنی زنده شدن بعد از مرگ. هاکذا، چنانچه می بینی زمین مرده زنده شد، زمین سیاه سوخته تبدیل به چمنزار شد، گویی که یک فرش سبز روی زمین انداختند. از بس که حیات آمد، زندگی آمد، همه جا سبز شد. پس یه روزی فرا میرسه که همه عالم مرده، هیچ اثری از حیات نیست، یه سور دمیده میشه. کذالک النشور، همه زنده میشن، یک باره نشر میشند از قبور. من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا. الله میفرماید کسی که عزت میخواهد، فلله العزة جمیعا، همه عزت فقط و فقط اختصاص به الله داره، یعنی در اختیار الله هست، عزت به دست او هست. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. به سوی او صعود می کند، به پرواز می آید الکلم الطیب. خدای عزوجل دو چیز را مدار موفقیت ما قرار داده، اون دوتا را داشته باشیم انشاءالله نجات یافتیم. یکی الکلم الطیب یعنی توحید، لا اله الا الله، که تشریحش را تو قرآن خواندیم، یعنی هر نوع عبادتی برای غیر خدا انجام ندیم. اما سجده، رکوع، طواف، فریاد و دعا و ندا، نظر و نیاز، مالی، جانی، زبانی، این معنی لا اله الا الله. بعد از اینکه عقیده درست شد، ایمان درست شد، والعمل الصالح، عمل صالح.
اما فرمود والعمل الصالح یرفعه، ضمیر یرفعه ضمیر فاعل به سوی الله است، لفظ الله. بله، یعنی والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح را الله بلند می کند، به معنی اینه که قبول می کند، اعمال صالحه را قبول می کند. یرفعه، پس الیه یصعد الکلم الطیب، کلمه طیب لا اله الا الله هم به سوی الله عزوجل پرواز میکنه، یعنی پیش خدا میره، پیش خدا جایگاه دارد و همچنین عمل صالح را اوست که میپذیرد و قبول میکند. والذین یمکرون السیئات، اما در مقابل این دو خصلت چیه؟ در مقابل توحید شرک، در مقابل عمل بدعملی است. والذین یمکرون السیئات، کسانی که سیئات میکنند، یمکرون به معنی یعملون هست، با مکر چی شده؟ تعبیر شده که به معنی توطئه هست، به معنی مکر هست، چون واقعا عمل شرک نوعی توطئه شیطانی هست که بر انسان اجرا میشه. سیئات تفسیر خازن نوشته ای الشرک، کسانی که شرک مرتکب میشوند. دیگه بحث عمل نیست اینجا، بگیم عمل بدم میکنه، برای بدبختی همون یک شرک بسه. خدای عزوجل اصلا بحثی از اعمال مشرکین نیاورده، چون همین عقیده تباه میکنه، هیچی نمیذاره. والذین یمکرون السیئات، آنهایی که سیئات را مرتکب میشوند، لهم عذاب شدید، برای آنان عذاب شدید است. این نتیجه دنیا اخروی هست. نتیجه دنیویش چیه؟ و مکر اولئک هو یبور، و نیرنگ اینها، توطئه اینها، هو یبور، او چی میشه؟ یبور ای یفسد، فاسد میشه، از بین میره. توطئه اینها هیچ مفید برایشون واقع نمیشه. مشرکین توطئه های کمی داشتند، نیرنگ های کوچکی داشتند، بزرگترین کارها را میکردند، مثلا خندق، جنگ خندق توطئه بسیار بزرگ بود، همه را متحد کرده بودند. اما و مکر اولئک هو یبور، مکر این نوع افراد مشرک، غیر الله پرست، چی میشه؟ از بین میره، به فساد کشیده میشه. والله خلقکم من تراب، این دلیل دیگری هست بر اثبات توحید. الله آن ذاتی است که شما را آفرید از خاک، ثم من نطفه، خاک ماده بعید است، سپس از نطفه ماده قریب، ثم جعلکم ازواجا، سپس الله عزوجل شما را زوج هم قرار داد، یعنی مذکر و مؤنث. ببینید قبلا هم گفتیم برای الوهیت دو چیز در کار. کسی میتونه اله واقعی باشد که این دو صفت را داشته باشه، یکی قدرت واقعا داشته باشه، هر کاری که عابد خاص برش انجام بده، فرزند میخواد بهش بده، مال میخواد بهش بده، نجات میخواد بهش بده، سلامتی میخواد بهش بده، هر چی میخواد بتونه بده، قدرت داشته باشه، تصرف، تدبیر، ما فوق الاسباب. دوم علم غیب داشته باشه باید معبود، هر گوشه‌ای در هر نقطه‌ای اگر او را فریاد زدند، از احوال فریاد زنندگان با خبر باشه که فلان جزیره هست، فلان جنگل هست، این عابد، این عبد. پس علمش هم باید کامل باشد، قدرتش هم کامل باشد، اون وقت میتونه معبود باشد. حال الله میفرماید این دوتا مال منند، کسی دیگه نداره. والله خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم جعلکم ازواجا. و این بیان قدرت بود، الان این بیان علم. و ما تحمل من انثى،
هیچ مؤنثی حمل نمی کند حمل خودش را، ولا تضع، و همچنین وضع حمل نمی کند الا بعلمه، مگر با علم الله. و همچنین و ما یعمر من معمر، هیچ معمری عمر نمی کند، ولا ینقص من عمره، و از عمرش چیزی کم نمیشه، الا فی کتاب، مگر همه و همه در کتاب، در علم الهی هست. کتاب یعنی لوح محفوظ، علم الهی، همه در علم الهی موجود است. ان ذلك علی الله یسیر، این که بر الله آسان است دانستن اونها و علم نسبت به اونها. اما از اینجا یک شبهه به ظاهر پیش میاد که و ما یعمر من معمر، معلوم میشه که بعضی ها هستن بعداً عمر میکنند و بعضی ها از عمرشون کم میشه. مگر عمر بر اساس تقدیر نیست؟ قبلا فیصله نشده؟ آیا الان واقعا عمر ما اضافه کم میشه؟ ما که اعتقادمون این هست که همه چیز فیصله شده، اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. این دو جواب دادم. بعضی گفتند که کمی و بیشی عمر بر اساس تقدیر معلق هم میتونه باشه. ما دو نوع تقدیر داریم، تقدیر مبرم، تقدیر معلق. تقدیر مبرم همونه که الله فیصله کرده به صورت قطعی، برو برگشت نداره. تقدیر معلق اینه که مثلا معلقه که اگر این انسان این دعا را کرد چنین میشه، این دعا را نکرد چنین میشه، این عمل را انجام داد چنین میشه، این عمل را انجام نداد چنین میشه. بسیاری از اعمال صالحه هستند که عمر انسان را اضافه میکنند. خیلی از اعمال هستند که عمر انسان را اضافه میکنند. مثلا حضرت نوح علیه السلام گفت یا قوم اعبدوا الله واتقوه، دعوت به سوی توحید و تقوا و خدا ترسی. بعد فرمود که و یؤخرکم الی اجل مسمى. ببین، یعنی اگر توحید و ایمان داشتید، عمل انجام دادید، مرگ الان برای شما نمیاد، یعنی عذاب نمیاد. یؤخرکم الی اجل مسمى، تا مدتی که الله معین کرده شما را به تأخیر میندازه. پس ببینید این الان از جمله تقدیر معلق است که اگر قوم نوح ایمان نیاورد فلان وقت طوفان میاد، عمرشون تمام میشه. اما اگر ایمان آورد اون عذاب نمیاد، چی میشه؟ بعد چند سال دیگه زنده میشه. پس عمر اضافه شد یا نشد؟ درباره قوم یونس هم همین رو میخواندیم در قرآن مجید. لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب خزی فی الحیات الدنیا و متعناهم الی حین. قرار بود که مثلا امروز عذاب بیاد، همین که آثار عذاب آمد اونا ایمان آوردن. ایمان که آوردن کشفنا عنهم عذاب الخزی، عذاب را برداشتیم. و متعناهم الی حین، تا یه مدتی ما به اونها چی دادیم؟ زندگی دادیم، متاع دادیم در دنیا، استفاده کردن و بهره گرفتن دادیم. پس چند سال دیگه به تأخیر افتاد. پس به برکت ایمان، به برکت توبه عمرشون چی شد؟ از اون اندازه‌ای که قرار بود امروز به پایان برسه، نه، تمدید شد. لذا بعضی اینو گفتند و ما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره الا فی کتاب، یعنی هر چی باشه در اون تقدیر معلق هست که این انسان فلان عمل را میکنه، عمرش این اندازه اضافه میشه، این اندازه بیشتر میشه. اینا همه تو لوح محفوظ نوشته، در علم الهی هست. ما در حدیث داریم که مثلا خدای عزوجل میفرماید که من احب ان یبسط له فی رزقه و ینسأ له فی اثره فلیصل رحمه. تفسیر قرطبی این را نقل کرده.
هر که دوست دارد که رزقش وسیع بشه، الان ما میگیم مثلا رزق تعیین شده، درسته، اینم مبرم و معلق داره. هر که دوست داره رزقش فراخ بشه، خدا بهش رزق بیشتری بده، و همچنین دوست داره که بهش مهلت داده بشه، عمرش برکت بیابد، فلیصل رحمه، صله رحمی بکند. پس از حدیث معلوم میشه که صله رحمی هم رزق انسان را اضافه میکنه، هم عمر انسان را اضافه میکنه، هم رزق انسان را هم عمر انسان را. بنابراین پس ما درست همه چیز فیصله شده، بعضی ها به صورت مبرم، بعضی ها به صورت معلق، که اگر این انسان عملی خوب انجام داد بره بیشتر میشه، هم رزقش هم عمرش، هر چی که خدا فیصله بکن. پس بعضی ها این جواب را دادند، یا اینکه نه، بعضی گفتن این از همون ابتدا اشاره به اختلاف عمر است، یکی معمره یکی غیر معمره، یکی 40 سالگی میمیره، یکی 60 سالگی میمیره، یکی 120 سال میمیره. پس به این اشاره شده و ما یعمر من معمر، عمر نمیکنه هیچ معمری که مثلا 120 سال، ولا ینقص من عمره، اون دیگری هست نه همون اولی، از عمرش کم نمیشه که مثلا بناست که 40 سال عمر کنه، این دیگه از عمرش کم شد، اون عمر معتاد عادت که بقیه دارن، الا فی کتاب، یعنی همه در لوح محفوظ نوشته شده. و ما یستوی البحران، دلیل دیگری بر اثبات توحید. الله میفرماید این دو تا دریا را نگاه کن، هذا عذب، این یکی شیرین است، سائغ شرابه، خوشگوار است نوشیدن آبش، و هذا ملح اجاج، این یکی دیگه شور است و اجاج تلخ بدطعم، خورده نمیشه. اما از هر یکی چه مایه تر و تازه‌ای. و من کل تأکلون لحما طریا، از هر یک گوشت تازه شما میخورید، و تستخرجون حلیة تلبسونها، و استخراج میکنید زیورالاتی که میپوشید، و ترى الفلک فیه مواخر، این دلیل دیگری، دلیل ششم است بر اثبات توحید. شما کشتی را میبینید که فیه مواخر، در آبها هستند. مواخر، ماخره به معنی پاره کننده، شکافنده، منظور اینه که از دل آب میره و آب را چی میکند؟ میشکافد و پیش میره. لتبتغوا من فضله، تا که از فضل الله بطلبید. رزق و روزی مراد هست، کسب و درآمد هست. ولعلکم تشکرون، شاید شما سپاسگزار باشید. ای تعرفون حقوقه تعالی، حق خدا را بشناسید. فتقومون بطاعته عز وجل و توحیده، روح المانی، برخیزید برای عبادت و طاعتش و بر توحیدش. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس والقمر. الله عز وجل همش دلائل، همش بیان توحید. سبحان الله. از اول قرآن شما نگاه کنید تا آخر، کدوم صفحه هست، کدوم آیه هست که در اون بیان قدرت لا یزال نباشد؟ توحید خدا با تعبیرهای مختلف، با مثالها. یه جای مثال مگسه، یه جای مثال پشه است، یه جای مثال عنکبوت است، یه جای مثال غلام و عبید هست، که ما بفهمیم مسئله را. اگر با وجود این آیات شفاف کسی باز هم توحید را نفهمد، پس این خودش مشکل داره، عینکش غبارآلود است. باید ما واقعا روی این آیات فکر بکنیم. الله عز وجل با چه دلائل ما را تفهیم میکنند؟ یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. بیان قدرت. چندین بار این آیه را خواندیم که شب را داخل میکنه در روز و روز را در شب. دو تا تفسیر داره.
قبلا هم گفتیم. یکی این که مثلا الان روز شب داخل میشه، روز به پایان میرسد. باز شب همه جا تاریکه، روز وارد میشه، شب به پایان میرسد. یکی معنی دخول یعنی رفت و آمد اینها یکی بعد از دیگری. یه تفسیر دیگه اینه که نه، از ساعات روز به شب داخل میکنه، روز را کوتاه میکنه، 12 ساعتش میشه 8 ساعت، شب میشه 14 ساعت. برعکس روز گاهی چی میشه؟ کوتاه میشه، شب خیلی طولانی میشه. از ساعات روز به شب میده، بر اساس مصالح بندگان، بر اساس فصلها. صدها مصلحت تو اینها هست که بعضی را ما میفهمیم، بعضی را درک نمیکنیم. و سخر الشمس والقمر، ماه و خورشید را رام کرد، مسخر کرد برای شما. کل یجری لاجل مسمى، همه و همه جاری هستند، یعنی انجام وظیفه میکنند برای مدت معین. پس ببینید گرداننده این قدرت کیه؟ ذالکم الله ربکم. نتیجه دلائل، ذالکم الله ربکم، این الله است، آن اللهی که رب شماست. له الملک، ملک یعنی تصرفات، اختیارات فقط و فقط از آن اوست و مال اوست. والذین تدعون من دونه، اما بقیه کسانی که شما میخوانید. ببین والذین، بعضی میگم مراد بت‌ها هستن، والذین شما میدونید برای ذوی العقول است. آنانی که شما فریاد میزنید به غیر از خدا. به غیر از خدا مگه مشرکین کی را فریاد میزدند؟ گاهی فرشتگان را فریاد میزدند، گاهی انبیا را فریاد میزدند. مگه مسیحیان عیسی را فریاد نمیزدند؟ یهودیان عزیر را فریاد نمیزدند؟ خود مشرکین ابراهیم و اسماعیل را عبادت نمیکردند؟ یا اولیاء را، ود و سواع و یغوث و یعوق در تفسیرشان خواهد، اینا تمام صالحین بودند. والذین تدعون من دونه، آنانی که شما فریاد میزنید آنها را بغیر از الله. ما یملکون من قطمیر، آنها مالک قطمیر نیستند. قطمیر خواندیم چیه؟ اون خسته خرمای پوسته بسیار نازکی داره که تو دستتون شما بفشارین پودر میشه، هیچ ارزشی هم نداره، یه چیزی بی ارزش. این مثال هم در بی ارزش بودن و حقیر بودنش است. به این اندازه اختیاراتی ندارن که به شما فرزند و اولاد بدند، به شما برکت رزق و روزی بدند، مریض شما را شفا بدند، فلج شما را سالم بکنند. ما یملکون من قطمیر. و الله می فرماید ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر شما آنها را فرا بخوانید، آنها را فریاد بزنید، لا يسمعوا دعاءكم، دعای شما را نمیشنوند. اونها اگر نیکند در بهشت کیف میکنند، اونایی که مردند اگر صالحند نیکانند اونها لذت میبرند تو بهشت. به قول امام احمد مجدد الفسانی، اونا دیگه با آلام و با مشکلات این دنیا چه کار دارند؟ اونا کارشون را، عبادتشون را تمام کردند، رفتن به بهشت خدا. اونا هنوز با دردها و رنجهای شما سر و کار دارند؟ نه، اونا در یک عالم دیگه هستند. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگر بالفرض والمحال بشنوند، ما استجابوا لكم، آنها اجابت نمی کنند. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، روز قیامت اینها کفر می کنند، یکفرون، انکار می کنند شرک شما را. پس معلوم میشه که ان تدعوهم شرک است. اینکه شما اونها را میخوانید و از اونها استمداد میطلبید، این شرکه که الله میفرماید یکفرون بشرککم. همین الان خواندیم که
الله عزوجل در سوره سبا که الله عزوجل از فرشتگان نقل کرد که فرشتگان را الله فرمود و یوم یقول للملائکه اهؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، اینا شما را عبادت میکردن؟ گفتن نه خدایا، ما را عبادت نکردن، بل کانوا یعبدون الجن، اینا جنات اینها را فریب دادن، به جای ما خودشون را جا زدن، اینا جنات را عبادت کردن. لذا روز قیامت این خدایان یا حتی انبیا، اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، خداوند به انبیایی که اونها را مردم عبادت کردند، حتی از اونها میپرسه انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، عیسی تو گفته بودی که مرا و مادر مرا عبادت کنید غیر از خدا؟ قالوا سبحانك، خدایا تو پاکی از شریک، من کی گفتم؟ ان كنت قلته فقد علمت، خدایا اگر من چنین چیزی گفتم تو که میدانی، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انك انت علام الغیوب، تو از درون من میدانی من نمیدانم، تو علام الغیوب هستی، کجا من گفتم که من عبادت کنم؟ من نگفتم. پس اون معبودانی که اونها عبادت میکنن، حتی انبیا، اولیاء، صالحان هم انکار میکنن، میگن خدا اینها ما را عبادت نکردن. لذا الله میفرماید و یوم القیامت یکفرون بشرککم، روز قیامت اینها انکار میکنن شرک شما را. ولا ینبئک مثل خبیر، مثل ذات خبیر الله عزوجل کی به شما خبر میده، این مطالب را برای شما شفاف میکنه، واضح میکنه. لذا غیر از خدا را فریاد نزنید، غیر از خدا را عبادت نکنید، شما همه محتاج خدا هستید. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ای مردم شما نیازمندان هستی به سوی الله. والله هو الغنی الحمید، الله ذاتی است که بی نیاز است، ستوده شده. لذا خدا را راضی کنید، خدا را پرستش کنید. این یشاء یذهبکم، اگر الله بخواد شما را میبرد، و یأتی بخلق جدید، خلق جدیدی و نسل جدیدی می آورد. و ما ذلك علی الله بعزیز، این بر الله مشکل نیست، آسان است. ولا تزر وازرة وزر اخرى، این تخویف اخروی هست. الله می فرماید که چون بعضی ها می گفتن شما این کار را بکنید گناهش به گردن ما. ابو جهل به ولید ابن مغیره همین گفت، نه که اون گفت من می ترسم از اینکه اگر پیغمبر خدا باشد قیامت جواب خدا چی بدم، گفت به گردن من. الله می فرماید ولا تزر وازرة وزر اخرى، وزر بار گناه را میگن، حمل نمی کند وازرة، هیچ حمل کننده گناهی، وزر اخرى، بار گناه دیگری را. هر کسی گناه خودش را به دوش میگیره. لذا اگر کسی فریب داد به گردن من، فریبش را نخورید. و ان تدع مثقلة الى حملها، اگر اونجا فریاد بزند، فرا بخواند، مثقلة یعنی سنگین باری، اون کسی که بارش بر دوشش سنگینی می کند، اون صدا بزند الی حملها، به سوی بارش که بیا رفیق کمک کن که بارم خیلی سنگینه. لا یحمل منه شیء، از او چیزی حمل نمیشه، چیزی بارش کم نمیشه. ولو کان ذا قربا، گرچه خیشاوند باشد، یعنی خیشاوند خودش را، پدر و برادر را بگه که بیا کمک کن که بارم سنگینه، بارش سبک نمیشه. انما تنذر الذين يخشون ربهم، این آیات زیبا، از این آیات زیبا چه کسانی متاثر میشن، چه کسانی انذار در اونها می آید. جزی نیست که تم انذار میکنی آنهایی را که یخشون ربهم بالغیب، غائبانه از ربشان میترسند.
و اقاموا الصلاة، نماز را برپا می دارند، الله را به راستی عبادت می کنند. اما اینها که نماز را می خوانند، از خدا می ترسند، نفعش را هم خودشون می برند. و من تزکا، هر کسی پاک بشه، پاک از شرک، و من تزکا، هر کسی پاک بشه، فانما یتزکا لنفسه، اون پاک میشه، پاکیش به نفع نفس خودش هست. و الی الله المصیر، عاقبت بازگشت همه و همه فقط به سوی الله عز و جل. صدق الله العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني، وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.